حکایت ما از سلطان محموده که عاشق بادمجون میشه و به سرآشپز میگه غذای مورد علاقه من همین بادمجونه. برو هر چه غذا هست یاد بگیر و بپس. داستان امروز سلطان محمود و بادمجان. دفعه اول غذای سلطان محمود خورشت بادمجان بود. دور تا دور بادمجان هم پر از مخلفات لذیذ بود. آشپز شاه بادمجان را خوب و خوشمزه پخته بود. شاه میخورد و به به و چه چه میکرد. گاهی روغن خورش از سیبیل شاه میچکید. شاه گفت فکر نمی کردم از بادمجان غذای بهتری وجود داشته باشد. ما از قورت دادن بادمجان خیلی لذت میبریم. پیش خدمت هم گفت دقیقاً درست میفرمایید سرورم. من هم در عمرم غذایی به خوبی بادمجان نخوردم. شاه دوباره لقمه‌ای چاق و چله در دهان گذاشت. بعد با لب‌های باد کرده گفت بادمجان آدم را قوی میکنه و راحت هم از گلوی آدم پای میرود. پیش خدمت هم گفت بله قبله عالم. طبیبان میگویند هر کس بادمجان بخورد اصلاً بیمار نمیشود و طولانی ترین عمر را خواهد داشت. گفتگوی شاه و نوکر درباره خوبی های بادمجان همینطور ادامه داشت. چند روز بعد دوباره آشپز دربار خورشت بادمجان درست کرد، ولی این بار غذا خوب نبود. بادمجان تلخ و بدمزه بود. این بار سلطان محمود لقمه‌ای را که در دهان گذاشت او را به سرفه واداشت و تکی غذا از دهانش بیرون پرید. بعد گفت بادمجان غذای به درد نخوری است. تا به حال به غذایی به این بدمزگی نخوردم. پیش خدمت هم در حالی که لقمه در دهانش بود حرف شاه را تایید کرد. با بیمیلی و عصبانیت لقمه دیگر در دهان گذاشت و گفت راست میگویند که بادمجان غذای بیخاصیت است. اصلاً معده آدمیزاد نمیتواند این غذای بیخاصیت را هضم کند. این غذا معده آدم را ناراحت میکنه. پیش خدمت گفت هر خوراکی یک خاصیتی داره، اما بادمجان نه تنها به درد نمیخوره بلکه باعث دلپیچ و دلدرد هم میشه. آدم سردیش میشه. سلطان محمود سخن پیش خدمت را نیمه کار گذاشت و گفت صبر کن ببینم. تو که تا چند روز پیش میگفتی هر که بادمجان بخورد اصلا مریض نمیشود. حالا چی شده که از بادمجان متنفر شدی؟ پیش خدمت که دید اوضاع خراب است گفت ای قبله عالم، آن روز که شما از بادمجان خوشتان آمده بود من هم به پیروی از شما از آن تعریف کردم. امروز شما از آن بدتان آمده، باز من بنابر عقیده شما دشمن بادمجان شدم. من نوکر شما هستم نه نوکر بادمجان. داستان امروز سلطان محمود عاشق زن مرد نجار میشه. روزی سلطان محمود بر لب ایوان بارگاه خود قدم میزد. چشمش به زن مرد نجاری افتاد. سخت عاشق زن شد و بیقرار از وزیرش راه چاره خواست. وزیر که خیلی زیرک بود گفت اگر شاه این راز را فاش کند یا بخواهد علنی نجار را بکشد خیلی بد می شود. چه خوب است به نجار ایراد بگیریم و به او بگوییم در مدت یک شبانه روز باید برای ما یک بار جو از چوب بتراشی. اگر از یک بار یک سیر هم کم باشد تو را بدون جون و چرا میکشیم. سلطان محمود به هوش وزیر آفرین گفت و او را مأمور این کار کرد. وزیر به خانه نجار رفت و امر سلطان را به او حالی کرد و گفت تا فردا باید یک بار جو از چوب بتراشد و تحویل بدهد. نجار بیچاره که از همه جا بیخبر بود و نمیدانست سلطان محمود میخواهد با این بهانه او را دنبال نخود سیاه بفرستد نزدیک بود از ترس غالب تهی کند. با ترس و وحشت آمد و قضیه را به زنش گفت و کمک فکری برای این چاره خواست. زن نجار خیلی دانا و هوشیار و عفیفه بود. مثل مطلب پی برد و به شوهرش گفت چرا خود را باختی؟ ترس مکن.
خدا از سلطان محمود بزرگتر است، ولی مرد از ترس آرام نمی گرفت تا اینکه صبح شد و نجار فقط به اندازی یک مشت چوب تراشیده بود. با زنش وداع کرد و گفت الان غلامان شاه می آیند و مرا می برند و به چوبه دار می کشند. زن باز هم گفت نترس، خدا از سلطان محمود بزرگتر است. در این گفتگو بودند که دیدن در خانه زده شد. رنگ از صورت نجار پرید و نزدیک بود از ترس روح از تنش پرواز کند. به زنش گفت من قادر نیستم، تو برو جواب آنها را بده. زن رفت در را باز کردید نوکران سلطان هستند. بیچاره خیال کرد برای بردن بار جو یا شوهرش آمدند. پرسید با کی کار دارید؟ گفتند میخواهیم شوهرت را ببریم برای سلطان محمود که مرده است تابوت درست کند. زن با خوشحالی برگشت و به شوهرش گفت که سلطان محمود مرده. نگفتم نترس، خدا از سلطان محمود بزرگتر است. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً حتما سابسکرایب کنید، به دوستاتون بفرستید، زنگوله ها رو روشن بذارید که هر شب قراره یه ویدیو جدید بذاریم. اولین نفری باشید که میبینید و لایک میکنید. لایک یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.